نفس عمیق بکشید. شکم سینه شانه پر از هوا میشه. بازدم شکم میره تو، سینه میره تو، شانه خالی از هوا میشه. دم عمیق، شکم سینه شانه. بازدم شکم سینه شانه خالی از هوا میشه. دم عمیق. بازدم کامل. دم عمیق بگیرید. 3 بار مانترای اوم، 1 بار آساتو ماسات گامایا رو تکرار میکنیم. دم عمیق. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya Meteor mamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. دم عمیق. توی درون حبس سازگار با نیتتون رو تکرار کنید. از درون بازدم کنید. هریوم تاتسات، هریوم تاتسات، هریوم تاتسات. خوش آمد میگم به تک تکتون. امید که جلسه امروزمون باعث افزایش خرد و آگاهیمون، عبورمون از تاریکی به روشنی، از جهل به آگاهی، از فناپذیری به جاودانگی کمکمون کنه. آمین. احترام میذاریم به اساتید محترم، به تعالیم علم یوگا که همیشه راهگشای ما بوده، مسیرمون بوده، باعث افزایش آگاهیمون شده. نمسته. خوش اومدید. تک تکتون خوش اومدید. اینجا پنجره رو من میبندم به روی متاتون که تمرین ها رو با هم دیگه شروع کنیم. امروز تمرین های پاوا موکتاسانا رو میخوام با هم دیگه انجام بدیم و اینکه در بیارم که نخوره به میکروفون. 2 تمرین پاوا موکتاسانا، اگه بتونیم گوارشی، تمرین های گوارشی، پاوا موکتاسانا برای روماتیسم و پاوا موکتاسانای انرژیکی، تا جایی که بتونیم همش رو انجام میدیم. چیزی که واجبه رو انجام میدیم. خیلی خب، پاها رو صاف کنید به صورت دانداسانا، ستون فقرات صاف. میتونید کفلای لگنتون رو به بیرون بکشید و پاها رو صاف کنید. دم بگیر، پاها رو بده جلو، بازدم پاها رو بکش عقب. دم جلو، بازدم عقب. 2 دم، بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. دایره بکش با پاها. دم بالا، بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4. سعی کن پاهات صاف باشه. بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. برعکسش. دم، بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9
بازدم 10. یه پا جلو، یه پا عقب. 1 2 3 4 5 6 7 تا میتونی با تمام جونت. 8 9 10. انگشتا رو وا کن، ببند. 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. این سری روماتیسمه. پاها مکتسانه برای کسایی که زانوهاشون درد میکنه، پاهاشون درد میکنه. کل از نوک انگشت تا لگنت رو داره ساپورت میکنه. پا رو بگیر پای راستتو، دم بگیر، بازدم. پا رو جمع کن، نوک انگشت رو بکش طرف خودت. دم، بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 ستون فقرات صاف. بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. دایره میکشیم. دم، بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بالا، بازدم پایین، بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. برعکسش. بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. پا رو بیار بذار روی رون. انگشتاتو بکن لای پاها. خیلی خب. پا رو میدی بالا، میدی پایین. 1 بازدم 2 دم بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. دستاتو بذار روی زانو، انگشت اشاره باز، فاصله داره با زانو. اینجوری شروع میکنیم به دایره کشیدن. 1 دم بالا، بازدم پایین. 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10. برعکسش. بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بالا دمه. بازدم 10. الان این پاتونو، پای راستو بکشید یه ذره جلو کنار زانوتون که مچتون زانوتون رونتون پاتون رو رد کنه. و دستا که توی انگشتاتونه، دست چپ، انگشتای دست چپ توی پای راستتون، انگشتای پای راست. شروع کنیم به دایره کشیدن. دم بازدم. 1 2 3 4 نفس یادتون نره. 5 6 7 8 9 10. برعکسش. 10 9 8 7 6 ستون فقرات صاف. 5 4 3 2 1. اگه یک جای بدنتون احساس میکنه استخوناشون خرچ میکنه، عیبی نداره، نگران نباشید، چیز خاصی نیستش، هیچ اتفاقی نمیفته واسهتون. پای راستمون رو رها میکنیم، چشمون رو میبندیم توی بدن. نفس عمیق بکش و تفاوت بین پای راست و چپ رو احساس کن. پای راست چه حسی داره؟ احساسش کن توی جسم.
شاید سرده، شاید گرمه، شاید گزگزه، شاید سبکتره، شاید سنگینتره. هر چیه اونو احساس کن. یه نفس عمیق بگیر، بیا به پای چپ، دم بگیر، بازدم 1، بازدم نوک انگشتا رو بکش طرف خودت 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، دم، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. دایره میکشیم با زانو. حواستون باشه رونتون تکون ندید، زانو رو تکون میدید. دم، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. برعکس. بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. پای راست رو بیار، چپ رو بیار بذار روی رون راست. انگشتای دست راست رو بکن لای انگشتای پای چپت. دم بگیر، زانو بالا، زانو پایین. 1، بازدم 2، بازدم میره پایین. بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7. ستون فقرات صاف. بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. کف دستت پای رو زانوی چپتو بگیره. انگشت اشارمون رو هوا میشه، انگشت شستمون زانو رو میگیره. شروع میکنیم به دایره کشیدن کشالمون. دم، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. برعکسش. بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. پا روی راستو بکش یه ذره جلوتر کنار زانوت. رد کن مچتو که درد نگیره. شروع کن به دایره کشیدن از بالا به پایین. مچتو بچرخوندم. بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، 8، 9، 10. برعکسش. 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و رها کن. پای راست چپت رو، پای چپ رو بیار بذار کنار پای راستت و به تغییرات بین پای راست و چپ توجه کن. پای چپ چشتو ببند. پای چپ با پای راست چقدر فرق داره؟ از این هوشیار باش و آگاه فرقش رو مشاهده کن. خیلی خوب. این حرکت های پاواموکتاسانا تا لگن بود. خب الان میریم روی حرکت هایی که روی پاواموکتاسانا سری گوارشیشن. خب این وری دراز کشیدم ولی فکر کنم این وری بهتر باشه. نمیدونم نور چجوری شد. الان منو خوب میبینید نمیبینید؟ حالا مهم اینه که حرکت ها رو ببینید، مهم نیست که من ببینید چهرم و منظورمه. خیلی خوب. پاهاتون رو بذارید کف پاهاتون رو بذارید زمین. پاهاتون رو جمع کنید تو شکم. قشنگ گودی کمرتون پر بشه. کف پاهاتون رو بیارید بذارید زمین. این حرکت ها رو یه ذره‌ش رو توی چیز کار کردیم توی جلسات قبلی. پاها رو صاف کنید. کف دستا روی زمین باشه. الان ازتون میخوام که
پای راستتون رو در حقیقت میخوایم بلند کنیم. اگه کسایی هستن که کمرشون درد میکنه، اونا پای چپشون رو صاف کنن، بزنن زمین، دستاشون هم یه ذره بزنن زیر لگنشون که پای راست راحت بیاد بالا بیاد پایین. نه اگه اینجوری نیستش خودتون تنبل یاد ندید. اگه راحت هستید میتونید این کار بکنید، سعی کنید که پاها رو اینجوری ببرید بالا و بیارید پایین. خیلی خوب، دم میگیری پا میاد بالا، باز دم میکنی پا میاد پایین. 1 باز دم 2 باز دم 3 باز دم 4 پای راست رو فقط میاریم. باز دم 5 باز دم 6 باز دم 7 باز دم 8 باز دم 9 باز دم 10. خیلی خوب، پامونو یه دفعه پای چپ رو میاریم بالا. باز دم 1 باز دم 2 باز دم 3 باز دم 4 باز دم 5 باز دم 6 باز دم 7 باز دم 8 باز دم 9 باز دم 10. الان پای راست رو دایره میکشم. دم بالا، باز دم پایین. 1 باز دم پایین. 2 باز دم پایین. 3 باز دم پایین. 4 باز دم پایین. 5 باز دم پایین. 6 باز دم پایین. 7 باز دم پایین. 8 باز دم پایین. 9 باز دم پایین. 10 برعکسش. دم باز دم پایین. باز دم پایین. 2 باز دم پایین. 3 باز دم پایین. 4 باز دم پایین. 5 باز دم پایین. 6 باز دم پایین. 7 باز دم پایین. 8 باز دم پایین. 9 باز دم پایین. 10. استراحت. ضربان قلبت توجه کن، نبضت رو پیدا کن. توی کجاهای بدنت داره نبض میزنه؟ کجاها رو میتونی تشخیص بدی؟ چند تا جا رو میتونی تشخیص بدی؟ بعد از اینکه جاهای زمخت رو احساس کردید، جای زمخت یعنی اینکه احساس کردید که مثلا اینجام داره نبض میزنه و خیلی واضحه که اونجا داره نبض میزنه، وقتی اینه که برید جایی که نبض نمیزنه رو پیدا کنید و به اونجا توجه کنید. خیلی خوب، پای راستم چپ ببخشید. بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10 برعکسش. بازدم 1 بازدم 2 بازدم 3 بازدم 4 بازدم 5 بازدم 6 بازدم 7 بازدم 8 بازدم 9 بازدم 10 و پا رو بذارید زمین. استراحت. ضربان قلب رو توجه کن. نبضت رو توجه کن. تفاوت بین پاهات رو توجه کن. این تمرین ها هم باعث میشه که گوارشتون کار بکنه، کسایی که یبوست دارن، هم بعد این تمرین ها خیلی راحت تر میرید دفعه انجام میدید و اینکه باعث میشه که شکم شما عضله هاش قوی تر بشه و این باعث میشه که شکمتون لاغرتر بشه، ماهیچه های بدنتون قوی تر بشه، ماهیچه های شکمتون
یعنی فقط روی پاهاتون کار نمیکنید. خیلی خوب، دم میگیری، پا رو میاری بالا، خم میکنی توی شکم، وا میکنی رو زمین، 1 خم کن تو شکم، وا کن زمین، 2 پای راسته، شکم پایین، 3 شکم پایین، 4 شکم پایین، 5 شکم پایین، 6 شکم پایین، 7 دم، بازدم، شکم بازدم، 9 شکم بازدم، 10 استراحت کن. خیلی خوب، پای چپ رو میدی بالا، دم، شکم زمین، 1 شکم زمین، 2 شکم زمین، 3 شکم زمین، 4 شکم زمین، 5 شکم زمین، 6 شکم زمین، 7 شکم زمین، 8 شکم زمین، 9 شکم زمین، 10 استراحت. این دفعه پای راست رو جمع کنید تو شکم، با کنید بالا، دمه، بازدم میاری پایین، دم تو شکم، بالا، بازدم زمین، 2 شکم بالا، دم، بازدم، 3 شکم بالا، بازدم، 4 بازدم، 5 شکم بالا، بازدم، 6 شکم بالا، بازدم، 7 شکم بالا، بازدم، 8 شکم بالا، بازدم، 9 شکم بالا، بازدم، 10 استراحت کن، توجه کن به شکمت، به روده ها دقت کن چه تغییر داره واسهشون ایجاد میشه. این تمرین خیلی مهمه که اول سمت راست انجام میشه و سمت چپ انجام میشه. خیلی خوب، پای چپ، شکم بالا، بازدم، 1 شکم بالا، بازدم، 2 شکم بالا، بازدم، 3 شکم بالا، بازدم، 4 شکم بالا، بازدم، 5 شکم بالا، بازدم، 6 شکم بالا، بازدم، 7 شکم بالا، بازدم، 8 شکم بالا، بازدم، 9 شکم بالا، بازدم، 10 خیلی استراحت کن، پا رو از هم فاصله بده، تفاوت بین پای راست و چپ رو احساس کن. میتونی دستت طوری بذاری که کف دستت به سمت آسمون باشه، ضربان قلبت رو احساس کن، نبض تو شاید توی شکمت، توی روده هات احساس بکنی. فراموش نکنید که قبل از اینکه این حرکت رو انجام بدید، صبح همه بهتره که انجام بدید، ولی وقتی انجام بدید که 2 ساعت حداقل از روی غذاتون که گذشته باشه، 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، حتی 3 ساعت. نیم ساعت اخیرش آب نخورید، مایعات نخورید. خیلی خب، ازتون میخوام پای راستتون رو جمع کنید، از پهلو جمع کنید. ببین از پهلو میارم، شکمو حل میدم داخل و میگیرمش، یعنی شکمو میکشم داخل، میکشم به سمت راست، میاری بالا، پای چپ از رو زمین بالا میکنی، دم میگیری و سرتو به زانو نزدیک میکنی، اینجوری. همینجا دمو بازدم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا کنید استراحت، جای پا رو عوض کن، پای چپ رو بکش تو شکم از پهلو، بیار مرکز، دم بگیری، پای چپ راست از زمین بلند کن، سرتو به پای چپ نزدیک کن، دم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین استراحت، پای چپ رو صاف کن، این دفعه پای راست رو بکش توی شکم، دم بگیر، بیا بالا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. بیا پایین، پای راست رو بذار زمین، پای چپ رو بکش از پهلو بیار بالا. 10 بگیر بیا بالا، پای راست از زمین بلند کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین، پای چپ رو بذار زمین، پای راست رو بکش از پهلو و بیا بالا. 10 بگیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پای راستم بذار زمین، پای چپم بذار از پهلو، پای چپ رو بکش داخل، پای راست رو بیار بالا و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین و استراحت. دلیل اینکه گردنتون درد میکنه یا شکمتون یا پاهاتون میلرزه اینه که بدنتون، ماهیچه های گردنتون، ماهیچه های شکمتون قوی نیستن. به مرور زمان تمرین رو انجام بدید، صبوری کنید، همشون درست میشه. همش چیز دارم، توهم اینو دارم که این میکروفونه الان خاموش میشه. 1-2 بار اینجوری شده، من مجبور شدم دوباره از اول ویدیو بگیرم. خیلی خوب، این دفعه باها رو جمع کنید توی شکم، دم بگیر و سرتو بیار به زانو ها نزدیک کن. 10. همینجا نفسم بگیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین، استراحت. شاید هم واسهتون سخت نباشه، چند بار انجام بدیم سخت میشه. دوباره بیا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین، استراحت. بیا بالا. دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین، استراحت. خیلی خوب. کف پاهاتون رو به لگنتون نزدیک کنید. پاهاتون رو با دستتون اگه میتونید پاشنهاتون رو بگیرید و یواش یواش لگن رو بده بالا. دم بازدم. 1 دم بازدم. 2 دم بازدم. 3 دم بازدم. 4 دم بازدم. 5 بازدم. 6 بازدم. 7 بازدم. 8 بازدم. 9 بازدم. 10. ستون فقرات کامل بذار زمین، لگنت زانوها رو به پات نزدیک کن. ضربان قلبت رو توجه کن. تغییرات جسمیت رو احساس کن. خیلی خب، پای راست پات دوباره بذار زمین، لگن رو بلند کن. بازدم. 1 بازدم. 2 بازدم. 3 بازدم. 4 بازدم. 5 بازدم. 6 بازدم. 7 بازدم. 8 بازدم. 9 بازدم. 10. دوباره پا رو جمع کن تو شکم، استراحت کن. میتونی واسه استراحت حرکت معکوسش انجام بدی. حرکت هپی بیبی، پاتو وا کنی، لگن رو وا کنی، کف دستات رو از داخل بدن بیاری و کف پاهاتو بگیری. تا جایی که میتونی زانوها رو میخوایم به زمین نزدیک کنیم، پاهاتو از هم دیگه فاصله بده، بار اینجوری نچسبون به هم. پا رو وا کن قشنگ. نفسای عمیق بکش. دقت کن ببین کدوم پات راحت تر اومده پایین، کدوم پات بیشتر درد داره. برای کسایی که گودی کمر دارن این حرکت خیلی مفیده. خیلی خوب، آروم بیا پایین.
کف پاهاتو بذار زمین، به لگنت نزدیک کن. لگن رو میدی بالا، دم میگیری، با بازدم میای دوباره پایین. دم، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. دوباره بار ببر روی هپی بیبی و بار از هم دیگه فاصله بده. استراحت کن. ببین بدنت دوست داری چطور نفس بکشه، اونو تشخیص بده. اگه میخواد عمیق نفس بکشه عمیق نفس بکش، اگه میخواد نفسشو حبس کنه حبسش کن، اگه دوست داره زود نفس بکشه زود نفس بکش، ولی اینو تو تنظیم نکن، بذار بدن خودش تصمیم بگیره. خیلی خب، بار بذار زمین که حرکت ویپاری نگاه کنانی که همون از حرکت قبلیمون تقریبا میشه گفت پیشرفتش میشه. بیا لگنتون رو بچسبونید به دیوار. وقتی که لگن رو چسبوندین کاملا به دیوار، کف پاهاتون رو بذارین زمین، دستاتون رو بذارین کفش رو زمین، لگن رو بدید بالا و اگه میتونید دستاتون رو بذارید زیر لگنتون محافظ بشه و 1 پا 2 پا 1 پا 2 پا 2 راست چپ 3 دستاتو بذار زیر لگن، راست چپ 4 راست چپ 5 راست چپ 6 راست چپ 7 راست چپ 8 راست چپ 9 راست چپ 10. اگه میتونی دوتاشو بلند کن، وزنت میفته روی دستت. برای چند ثانیه اینجا میمونیم. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. و آرومی پاها رو جمع کن توی شکم، دستا رو بذار روی زمین و مهره به مهره پاها رو، ستون فقرات رو بذار زمین. حتما زیرتون مت داشته باشید. یک بار دیگه من اینجا بهتون نشون میدم. بلند که شدی دستا میره زیر لگنتون اینجوری. وقتی میخوای بیای پایین پاها رو جمع میکنی، میاری تو شکم، دستا رو میذاری زمین، مهره به مهره پاها رو، لگن رو میاری پایین، ستون فقراتتو میذاری زمین و پاها رو میاری وا میکنی. اینم از این. خیلی خوب، استراحت کنید برای دقایقی. پای چپتون رو، پاهاتون که اینجوری روی زمینه، پاها رو اینجوری بیارید 90 درجهش کنید. خب 90 درجه. دستا رو بیار بذار زیر گردنت. این حرکت جلسه پیش انجام دادی. پاها رو بیار ببر طرف راست، به چپ به چپ نگاه کن. همینجا من میشمارم، نفس بکش فقط، به چپ نگاه کن تا میتونی. خیلی خوب، آرومی دم میگیری بیا بالا. با بازدم برو به سمت چپ، به چپ به راست نگاه کن. بدنتو تا میتونی شل تر کن. بیا بالا و آرومی دم بگیر.
و با بازدم کف پا رو بذار زمین. این دفعه پای چپتو صاف کن. پای راستو خم کن تو شکم از پهلو. با دست چپت زانوی راستت رو بگیر، دست راستو صاف کن رو زمین، بچرخ به سمت چپ و سعی کن زانو رو برسونی به زمین، از این ور شونه رو برسونی زمین و به دست راستت نگاه کن. میشمارم تا میتونی خودتو شل کن. دم بگیر بیا بالا. با بازدم پای راست رو بذار زمین، پای چپ رو جمع کن داخل. با دست راست پای چپ رو بگیر، برو به سمت راست، برگرد به چپ نگاه کن. نفس های عمیق بکش، بدن تو شل کن. میشمارم. نفس بکش. با آرومی بیا بالا، دم بگیر و با بازدم پای چپ رو بذار زمین. ببخشید. خیلی خوب. یه ذره به بدن گوش کنید، ببینید چجوری حس میکنید، چه حسی دارید. خیلی خوب. حرکت بعدیمون نابوکاسانا، حرکت قایق. دستا رو بذار زمین، با آرومی بلند میشیم، پاها رو، سر و بدن رو از زمین بلند میکنیم، روی دنبالچه وای میسیم. دم بگیر بیا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین. بازدم استراحت. دوباره دم بگیر، دستا بالا، پاها بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین استراحت. دوباره میایم بالا. دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا پایین استراحت. کل بدن رو وانهاده کنید وقتی استراحت میکنید. ببخشید. خیلی خوب. پاها رو جمع کن توی شکم. گودی کمر پر میشه. حالا از دوستایی از زیر، دوستایی از بالا، به سمت راست و چپ ها رو بچرخون. 1 راست و چپ، 2 راست و چپ، 3 راست و چپ، 4. حتی اگه بخواین خودتون چالش بکشید، نوک انگشتتون باید به زمین برسه، انگشتای پاتون. راست و چپ، 6 راست و چپ، 7 راست و چپ، 8 راست و چپ، 9 راست و چپ، 10. خیلی خوب. از پات بگیر بالا پایین. 1 2 3 4. اوایل شاید نتونین این حرکت رو انجام بدید، ولی به مرور میتونید. 5 6 7 8 9 10. بریم وسط بنشینید. این نوره
ستون فقراتتون صاف. گیره من کجاست؟ اینجاست. به ضربان قلبتون توجه کنید. بذاریم ببینم تایممون چقدر شد. من فکر میکنم حرکت های چیزم بتونیم انجام بدیم. سری انرژیکی هم انجام بدیم که یه سری کامل پاواموکتاسانا بشه حرکتامون، تمرینمون. بعدش هم یه ذره مراقبه که بدنتون هر روز این تمرین رو انجام بدین و بدنتون کاملا چیز بشه. من میخوام این پرده رو بکشم که یه ذره نور بیاد. خیلی پاها رو صاف کنید جلوتون. امیدوارم که نور خوب باشه. پاها رو وا کنید جلوتون. شاید هم به این طرف من بذارم متمو بیشتر شما منو ببینید. حالا من از اینجا که میبینم فکر میکنم تاریک به نظر میرسه. بعد ویدیوها رو نگاه میکنم میبینم نه با تاریکم نبود. خیلی خب پاها رو صاف کنید. من میرم عقب‌تر که انشالله که تاریک نیست. دستاتون عادی مدرا، انگشت شست میره تو، انگشتاتون رو خم میکنید، پاها رو جفت میکنیم، ستون فقراتون رو صاف میکنیم، دم میگیریم، با بازدم میایم پایین. قایقران، حرکت قایقران رو قبلا انجام دادیم میدونیم. میریم عقب، دمه میای جلو، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10، برعکسش، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. تا میتونید بیاین دستا رو از جلوی پا بکشید، بیاین برید عقب. خیلی خوب. حرکت بعدی پا رو وا میکنید. حرکت آسیابه. پا رو وا کنید، دستا رو بیارید جلوی بدن قفل کنید، میاری پا رو از راست به چپ و میری عقب. دم، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3. تا میتونی بیا جلو. بازدم 4. تا میتونی هم برو عقب. بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. برعکسش، بازدم 1، بازدم 2، بازدم 3، بازدم 4، بازدم 5، بازدم 6، بازدم 7، بازدم 8، بازدم 9، بازدم 10. بیا بالا استراحت. برای حرکت بعدی میام اینجوری قرار میگیرم. خدایا پشتم نوره، امیدوارم تاریک نباشه. پا بازه همچنان پام دیده میشه. خیلی خوب. دستا رو صاف میکنی، باز میکنی تو راستای بدن، دم میگیری، دست راست پای چپ، دست چپ رو میکشی عقب، به دست چپ نگاه میکنی. 1،
بازدم دست چپ، دست راست رو نگاه کن. 1 دم، بازدم 2 دم، بازدم 2 دم، بازدم 3 دم، بازدم 3 دم، بازدم 4. نگاه کن دستتو حتما. دم، بازدم 4. نگاه کردی حرکت تکمیل شد. دم، بازدم 5 دم، بازدم 5 دم، بازدم 6 دم، بازدم 6 دم، بازدم 7 دم، بازدم 7 دم، بازدم 8 دم، بازدم 8 دم، بازدم 9 دم، بازدم 9 دم، بازدم 10 دم، بازدم 10. امروز یه چند تا هواپیما از خیلی نزدیک اینجا خونه ما دارن رد میشن. فکر کنم واسه مانوره. یه چند تاشم جنگنده بود. خیلی خوب. حرکت بعدیمون چیه؟ حرکت بعدیمون به صورت ملاسانه میشینیم. اینجوری دستا رو میاری جلوی بدن، زانوها رو میدی پهلو، پاها رو سعی میکنی روبروی هم قرار بدی، ستون فقراتتو صاف کنی، دم بگیری، دستا بره بالا، باز دم کنی، دستا بره پشت سر، دم کنی، دستا بره بالا، باز دم کنی، دستا بیاد جلوی ستون فقرات، دم بگیری، بری جلو، سر رو بدی بین دو تا دستو و باز دم کنی، سر بیاد از سینه، دستا بیاد جلوی سینه، دم بالا، دم پشت سر، دم بالا، باز دم جلوی بدن، دم جلو، باز دم بیا جلوی قفسه سینه، دم بالا، باز دم پشت سر، دم بالا، باز دم جلوی بدن، دم جلو، باز دم بیا جلوی قفسه سینه، دم بالا، باز دم پشت سر، دم بالا، باز دم جلوی بدن، دم جلو، باز دم بیا جلوی قفسه سینه. یک بار دیگه، دم بالا، بالا، باز دم پشت سر، دم بالا، باز دم جلوی بدن، دم جلو، باز دم جلوی قفسه سینه. یک بار دیگه، دم بالا، خودتو بکش بکش بکش، باز دم پشت سر، نوک انگشتا به سمت آسمون، دم بالا، باز دم جلوی قفسه سینه، دم جلو، باز دم جلوی قفسه سینه. اینو من جلسه پیش قشنگ توضیح دادم. کسایی که نمیدونن چجوری باید انجام بدن، دلیلش اینه که جلسه پیش رو نگاه نکردن. خیلی خوب، حرکت بعدیمون حرکت هیزم شکنه. همینجوری که هستیم نشستیم. اگه راحت نیستین حتما یه بالش بذارید زیر لگنتون، دستاتون به هم دیگه قفل کنید. ازتون میخوام که اگه نمیتونید برید روی پنجه‌تون، پنجه های پاتون، و اگه اذیتید باز دوباره بالش بذارید زیر پنجه هاتون، پاشنتون زیر پاشنتون بذارید، برید رو پنجه. دستو میبری بالا، دم میگیری، با بازدم صدای ها میگی میاری پایین محکم، دم بالا، بازدم و سعی کنید احساس کنید که هرچی خشم و نفرتیه که توی بدنتون، حسای ناخوشایندی که توی بدنتون هستش، چه بدونم از غم میتونه باشه، ناراحتی، خشم، حسرت میتونه باشه، از دست یکی عصبانی هستید شاید امروز، همه اینا رو تصور نکنید که فرد مقابل دارید تیکه تیکه میکنید.
ربطی به هیزم شکن کسی رو تیکه تیکه کردن نداره. شما دم میگیری و با بازدم انرژی هایی که توی وجودت هست رو داری خارج میکنی از بدنت. دم میگیری برو بالا، بازدم، 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 به آروم بشین، زانواتو بغل کن، حسای درونیت رو احساس کن. هر حسی توی انگشتا، پاها، توی شونه ها، سینه، هر حسی دارید رو احساس کنید و آرومی ازش آگاه باشید. اگه احساس سبکی دارید از این احساس آگاه باشید. اگه نمیتونید ها بگید باید بتونید بگید. حس خجالتتون رو احساس کنید و حس خجالتتون رو ها کنید و بذارید خارج بشه. خجالت حسی نیستش که به شما داره خدمت بکنه. خجالت حسیه که به ما داده شده از طرف اطرافیان. یک بچه کوچولو خجالت نمیکشه. هیچ چیزی برای خجالت کشیدن وجود نداره. یواش یواش سعی کنید این تمرین رو وقتی انجام میدید صداتون بلند کنید و ها گفتن رو تمرین کنید. خیلی خوب. تمرین بعدیمون برای آخرین حرکتمون حرکت کلاغه. حرکت کلاغ در حقیقت اینجوریه که شما زانوی چپتون میذاری زمین، زانوی راست رو میگیری، شکمت پاتو میاری از شکم اینجوری میاری به سمت، یعنی شکم رو ماساژ میدی میاری به سمت زمین و اینو بلند میکنی، پای راست رو بلند میکنی میاری جلو. الان اینو ماساژ میدی میای اینجا، اینو میری، اینو میری، اینو میری، اینو میری، اینو میری. خب و یا اگه این حرکت واسهتون سخته من پیشنهاد میدم که این حرکت رو انجام بدید، ولی اگه این واسهتون سخته برید روی زانو، دو زانو که میشینید، این پا رو که خم کردید این پا رو بیار دم بگیر، این پا رو از شکم نزدیک کن بذار زمین، روی پا رو بذار زمین، بعد برو رو پای بعدی، پای بعدی رو از شکم بکش بیار پایین. یک، راست، اول راست انجام بدید، چپ، دو، راست، دم با بازدم پا رو بیار، چپ، سه، راست، چپ، چهار، راست، چپ، پنج، راست، چپ، شش، راست، چپ، هفت، راست، چپ، هشت، راست، چپ، نه، راست، چپ، ده و استراحت کنید. نمیدونم صدای هواپیماها میاد یا نه، امیدوارم که نیاد، حواستون پرت نکنه. به ضربان قلبتون توجه کنید. حرکت هامون تموم شد. حرکت های 3
سه تا پاواموکتاسانا، سه سری پاواموکتاسانامون که چیز بودن. خسته نباشید. ازتون میخوام که تنبلی نکنید. فکر نکنید که این حرکت زیاده. هر دفعه صبح که پا شدید انجامش بدید برای یه مدت که بدنتون کاملا قوی بشه. چشتون ببندید، نفس‌ها ضربان قلبتون رو احساس بکنید. ضربان قلبتون رو ازش هوشیار باشید. به صدای بدنتون، به تنفس‌های بدنتون توجه کنید. سعی کنید بدن رو هدایت نکنید، کنترلش نکنید. اجازه بدید هر جور بدن دوست داره نفس بکشه. خیلی خوب. اگه ضربان قلبتون اومد پایین، دست راستتون ویشنو مودرا، دست چپتون چین مودرا روی زانو، دست راست ویشنو مودرا. باز دم کامل کنید. دم عمیق بگیرید. باز دم دم، باز دم. یه دم عمیق. حفره راست رو بگیر با انگشت شستت، با چپ دم بگیر. 1 2 3 4 5. حفره چپ رو بگیر با راست. باز دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دم. 1 2 3 4 5. باز دم چپ. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 دم چپ. باز دم راست. دم راست. باز دم چپ. دم چپ. باز دم راست. دم راست. باز دم چپ. دم چپ. باز دم راست. دم راست. باز دم چپ. دم چپ. این دفعه 6 باز دم راست. 12 دم راست. باز دم چپ.
دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دم چپ. توجه به مرکز پیشانی باشه. این دفعه 7 اوم. باز دم راست 14 اوم. دم راست، باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دست راست رو بندازید به آرومی، چشا رو وا نکنید. نفس عمیق بکش و باز دم کامل کن. تنفس ساما وریتی پرایاناما با اوجایی پرایاناما میخوایم انجام بدیم. تنفس مکعبی. از 5 شروع میکنیم، 5 دم میگیریم، 5 حبس میکنیم، 5 باز دم میکنیم، 5 حبس میکنیم. کسایی که مشکل قلبی دارن لطفا این تمرین رو انجام ندن، یا اگه انجام میدن حبسشون رو با همون 5 نگه دارن، بیشترش نکنن. آرومی دم میگیریم، یا اگر اذیت میشن کمترش بکنم، مثلا 3 نگه دارم. خیلی خوب، دم عمیق بگیر، باز دم کن، دم عمیق، باز دم کامل، دم بگیر به آرومی. 1 2 3 4 5 حبس، 3 4 5 باز دم، 1 2 3 4 5 حبس، 4 5 دم، حبس، باز دم، حبس،
دم 6 اوم 1 اوم 2 اوم 3 اوم 4 اوم 5 اوم 6 اوم حبس بازدم حبس دم حبس بازدم حبس دم 7 اوم حبس بازدم حبس دم حبس بازدم حبس دم 8 اوم حبس بازدم حبس دم حبس بازدم حبس دم حبس بازدم حبس و رها کنید. توجه بدم بازدمتون. چشاتون رو وا نکنید. بدن رو احساس کنید. ضربان قلبتون رو احساس کنید. 21 بار منترای اوم رو تکرار میکنیم. یه دم عمیق، بازدم کامل، دم عمیق و بازدم و شروع میکنیم. از شکم، سینه و شانه و سر احساسش کنید. منترای اوم رو. توجه به ارتعاشی که توی بدن به وجود میاد.
حضور باشید، توی حفرات فرو نرید، چشا بسته. ضربان قلب، تنفس ها همون جوری که هستن تعقیب بشن. توجه به مثلث بینی از مرکز پیشانی تا دو تا حفره بینیمون که مثلث رو تشکیل میده. بدون اجازه شما یک نفس هم از وجود و از بدن به حفره‌های بینیتون وارد و خارج نمیشه. همشون در هوشیاری شما اتفاق میفته. نفس رو میگیری، بازدم میکنی و نفس رو میدی. نفسی که میاد حفره‌های بینیت رو لمس میکنه، سرده. نفسی که خارج میشه حفره‌های بینیت رو تعقیب میکنه، هوای گرمه. اگه حواستون بر شد دوباره برگردید به نفسات، بدون خشمگینی، بدون نفرت از خودتون، بدون خشم به خودتون، با مهر و شفقت به خودتون به لحظه حال برمیگردید. توجه به حفره‌های بینی، گرما و سرد شدن، گرم شدن و سرد شدن حفره‌های بینی.
از سفره‌های بینی آگاه باشید. افکار، اگه توی افکار فرو رفتید، بدون خشم و عصبانیت از خودتون دوباره با هوشیاری برگردید به لحظه حالتون. هوشیار باشید. آم 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 آساتوما سادگامایا تاماسوما جوتیرگامایا میتیورمامریتامگامایا سروشام سواستیربھواتو سروشام شانتیربھواتو سروشام پورنام بھواتو سروشام منگلم بھواتو لوکا سمستا سکھینو بھوانتو اوم تریمبکم یجامہے سگندھیم پشٹیوردھنم उर्वारुकमिनवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमापदात् ओम شانتی شانتی شانتی. خیر و برکت باشه واسه تک تکتون. نماسته. به الوهیت درون تک تک شما و به حضور و وجود اساتید مرئی و نامرئی. نماسته. شفا باشه.